بر اساس چند فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در نیمه اول امروز چند نفر از مسئولان اداره ها و وزارتخانه تاجیکستان از وظیفه هاشون برکنار شدند و نفرهای دیگر به جای اینها منصوب شدند. از جمله عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان از وظیفه‌اش برکنار شد و به جای او معاون اولی او خورشید کریمزاده منصوب شد و همچنین بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالسلام قربانیان از وظیفه وزیر مالی کشور برکنار شد و به جای او سردار ریاست سرمایه گذاری فیض الدین قهاروف به جای او منصوب شد. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان فرخ همرعلیف رئیس نوی کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد. فرخ همرعلیف طی یک سال اخیر رئیس پلات حساب تاجیکستان بود و تجربه کار در مقام رئیس کمیته سرمایه گذاری را هم دارد. این دیگرگونی ها طوری که مقامات تاجیکستان میگویند حالا همچنان ادامه دارد، ولی حاصل اصلی این تغییرات جلسه دیروز وسیع حکومت تاجیکستان بود که تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمانوف صورت گرفت و طوری که شام گذشته شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان از این جلسه گزارش می‌دادند پرزیدنت تاجیکستان در نسبت این مقامات ها شدیداً اظهار ناراضگی می‌کرد و به آنها مهلت می‌داد که در مدت‌های معین باید وضع خود را اصلاح کنند که از جریان این تغییرات کدری ما شما را بینندگان عزیز حتما در جریان خواهیم گذاشت.